آقا عشقا خیلی مخلصیم. عمو جانی هستم. اینم از اولین ویدیوی چنل یوتیوب بنده. خیلی خوش اومدید، امیدوارم عشق کنید. در کنار صحبتم که میخواستم یه ویدیوی معرفی داشته باشیم، گفتم یه گیم پلی نیمه جذاب داشته باشیم در کنارش، ببینید عشق کنید. حالا جذاب که نه آنچنان، چون نهایتا کاری که میتونم بکنم، یه دونه دیوایس پوکو اکس دارم و همه کارامو دارم با این پیش میبرم. همه کارامو، یعنی از گیم زدن و ریکورد گرفتن و چه میدونم همه چیمو. خلاصه دیوایس آنچنان خوبی نیست، ولی خدا رو شکر جوابمو میده فعلا. حالا امیدوارم در آینده بتونیم با حمایت شما عشقا یک دیوایس خوب، حالا شرایط بهتر، استریم یا حالا هرچی داشته باشیم. آقا گفتم این ویدیو رو هم بزنم واسه اینکه یه توضیح کاملی در مورد همه چی داده باشم. آقا این چنل بنده من واسه خودم همیشه سواله، چون یه کاری رو میخوام شروع کنم قطعا یه سری سوالا واسه خودم پیش میگیرم. مثلا چه میدونم این همه چنل یوتیوب هست واسه گیم پلی های کالاف، چرا مثلا من ادامه بدم فلان. دیدم که اکثریت همش کلیک بیت و چه میدونم چرت و پرت و محتوای چرت و اصلا چیز خوبی ندیدم کسی تولید کنه. همه ویدیو فیک و چه میدونم همه چی. آقا ما اینجا هیچ گونه از همین الان قول میدم هیچ گونه ویدیوی فیک، کلیک بیت یا حالا هر چی نخواهیم داشت. همش در حال بگو بخند. حالا دوره هم میخوایم بگیم بخندیم خوشحال باشیم. امیدوارم یه خنده‌ای به لبتون بیارم و اینکه امیدوارم که راه خوبی رو داشته باشیم کنار هم دیگه و ویدیوهای بسیار جذاب در خدمت شما بیام و عشق کنید. آقا خیلی مخلصیم. آقا این چنل مخصوص چنل خودتونه. هر ویدیویی که بخواید من واسهتون میسازم. البته باید کامنت بذارید و ایده های مختلف، هر چی که شما بخواید، در مورد سنس باشه، بیسیک باشه، چه میدونم هر چی، هر چیزی که شما بخواید رو من در توانم باشه میتونم بسازم واسهتون. و اینکه امیدوارم لذت ببرید از ویدیوها. امیدوارم آینده خوبی داشته باشیم، کنار هم بگیم بخندیم خوشحال باشیم. و چیزی تو این زندگی مهم نیست جز خنده و خوشحالی. البته نمیارزه، هیچ چیزی به خدا نمیارزه. و منم سعی خودم رو میکنم در تمام روزهای آینده، چون اکثریت موقع که نه، هر روز من سر کارم ساعت 7 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر، تا بیام خونه و دوش بگیرم و چه میدونم غذایی بخورم و حالا بتونم برسم به پای گیم و ویدیو و چه میدونم حالا هر چی. حدودا ساعت 6 7 شب میشه. حالا منم یک در روز فکر کنم نهایتا 2 3 ساعت وقت دارم که شایدم حالا جلوتر بریم یه ذره بیشترش کنم، 3 4 ساعتش بکنم که بتونم یه سری ویدیوها در بیارم واسهتون. حالا تو یوتیوب بتونیم هر هفته حداقل کم کمش 2 3 تا ویدیو داشته باشیم تو یوتیوب. تو اینستا که حالا سعی میکنم فعلا که هر روز دارم ویدیو میذارم، ویدیوهای داستانهای کوتاه 1 دقیقه‌ای، تا بتونیم یه ذره پیجمون رو رشد بدیم. بعدن حالا بتونیم ویدیوهای بهتر، کیفیت بالاتر، حالا هر چی تولید بکنیم. و بازم معذرت میخوام اگه کیفیت ویدیو بده یا حالا هر چی، چون واقعا نمیشه دیگه. نهایت کاریه که از دستم برمیاد با پوکو اکس 3، چون آیپد ندارم مثل بقیه، چه میدونم سیستم خوب ندارم، ادیتور و فلان و فلین هیچی ندارم. فعلا دست تنهام، خودمم تک و تنها دارم میتازونم در این باغ. عشق کنیم آقا. بازم میگم اگر ویدیو، ایده، چیزی، هر چیزی خواستید میتونید ایده بدید، من واسهتون ویدیو بسازم. یا هر سوالی داشتید پیج اینستاگرام هم هست، میتونید دایرکت بدید. در اسرع وقت که بتونم ببینم جوابتون رو میدم. و اینکه امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم. و میدونم یه سری حرفا رو دارم تکراری میزنم، چون تا حالا چنین کاری نکردم. اولین بارمه که دارم ویدیو رکورد میکنم و صحبت میکنم روش. یه ذره واسم سخته، تازگی داره، نمیدونم چی بگم چی کار کنم. آقا ببخشید دیگه. آقا من کلا خواستم از همینجا بگم، از همین اولش، آقا من خودمم، نه سعی میکنم شبیه کسی باشم، نه سعی میکنم فیک برخورد کنم. خودمم، هرچی هستم و نیستم خودمم. ترسی از هیچ چیزی ندارم، هر چیزی که بخوام رو میگم. و اینکه خلاصه همین دیگه. آقا یه توضیح هم در مورد این گیم پلی بدم. من همون اولی گیم لند دادم، 2 تاشون 3 تاشون افتادن دنبال من.
بعد ولم نمیکنم، مایکمو گذاشتم رو حال، میگم داداش ولم کن تو رو قرآن، افتاده دنبالم ولم نمیکنه. بعد دو سه جا دیگه هم ریوایو شدم، دیدین که الان مثل همینجا سه تایی چهار تایی چه جوری چسبیده کثیف بازی، مثلا چه میدونم میخوام بهم بگیرن. به خدا داداش وین بگیری چیز خاصی بهت نمیرسه ناموسم به قرآن، این همه مجموع وین گرفتیم چیز خاصی هنوز بهمون نرسیده. نگاه چجوری کمپ تو رو قرآن. خندم میگیره اینجور پلیر رو میبینم به خدا. اگه تو اوپن لابی باشی، من پلیری که مثلا جلوم بیفته بدترین سختترین موومنت ها پلیر مثلا چه میدونم قدر باشه، از اون ترسی ندارم. ولی از اینجور پلیر رو که چه میدونم یارو موومنت زدن بلد نیست، یه اسلاید به سمت جلو بلد نیست، یه شاتگان میگیره دستش با یه 117 ماشاءالله 117 هم که اکتیویژن باف کرده و دیگه ایم میگیره اصلا نمیشه از زیر دستش فرار کرد، یارو تو یه ثانیه میندازه. آره خلاصه اینجا گفتم که ریوایو بریم رو دراب. گفتم با سبک بازی کثیف اینا باید خودشونو بزنیم، چون من واقعا اینجور پلی دادم واسم سخته، بخوام سیف بگیرم یا حالا هرچی سخت و فلان و فلین نمیتونم. من ایرانی خرم داداش، من راش میدم اصلا واسم مهم نیست، میرم میزنم یا میخورم. آره دیگه گیم همینه دیگه داداش، یا میزنی یا میخوری. اینجا رفتم دراب گانم و اشتباه کشیدم، میخواستم بی 50 بکشم حواسم نبود تو دراب نبود. این گانر هم تازه برداشتم، من نمیدونم اصلا چیه، چی به چیه، کی به کیه، اصلا نمیدونم داستانش چیه، چجوری باید باش بزنم. تا حالا بر نداشتم اینو تو این همه سال پلی دادن. فقط شاتگان و چه میدونم اسنایپ یا حالا شاتگان رایفل برمی داشتیم و اینجور چیزا بود. اینو من اولین بار بود و پشمام ریخت، میگم خدا این چرا اینجوری میزنه. حالا اینجا گفتیم یه ذره کمپ در واقع بکنیم، حالا جلو اینجور سبک پلی دادن ها باید همینجوری پلی بدی، چون اینا واقعا بازیشون کثیفه. باید عین اینا سیف پلی بدی، کمپ باشی، چه میدونم بهترین موقعیت خودتون نشون بدی و بزنیشون. آره خلاصه اینجا یکی دو تاشون رو زدیم و گفتیم که آقا یه ذره دیگه هم سیف بگیریم. بچه‌ها رو گفتیم حالا چسبیدن که نه، گفتیم یه ذره سیف بگیرین، زیاد راشماش ندین و اینا، یه ذره سیف بگیرین اینا رو بزنیم، چون واقعا بازیشون کثیفه. من از اینجور سبک بازی دادم واقعا بدم میاد، حتی خودم بخوام پلی بدم سیف بگیرم و چه میدونم بخوام یارو رو بزنم مثلا نزنم فلان بدم میاد. آخه میدونی حال نمیکنم با اینجور سبک پلی دادنم. آره دیگه داداش خلاصه این که یه ذره سفت و سخت گرفتیم اینجا رو، گفتیم که یه ذره بزنیمشون. اینجا اچس و نگاه قدرت اچس و تو رو قرآن نگاه دق اولی ماشاد دومی وانتم، اصلا خدا اچس خدا. حالا اونجایی که انتظارشو داریم واقعا وانتاب نمیکنه، اینجایی که انتظارشو نداشتم اصلا جفتشون وانتاب شدن، پشمام ریخت. حالا بازم میگم داداش به جدا از بحث گیم، اگر ایده ای چه میدونم هر چیزی داشتید، هر چی سوالی داشتید میتونید بپرسید، من اینجا جوابتون رو میدم، میتونم براتون ویدیو بسازم. حالا وقتشو گیر میارم بتونم در هفته بتونم لااقل یه دو سه تا ویدیو یوتیوب آپلود داشته باشیم، یه ذره سرگرمم بکنید شما رو. حالا جلوتر که بریم کارو، هر چی که جلوتر بریم کارو پیشرفته تر رو سعی میکنم همه چیزم رو ارتقا بدم و چه میدونم از فیس کم و هند کم و هر چیزی که بخواید براتون بذارم، یه ذره لذت ببرید از بازی و عشق کنید. آقا بازی تهش به قرآن چیزی ته این بازی نیست بخوای وین کنی، چه میدونم هر چیزی، میدونی بازی جذابی ها، حال میده، من خودم با کالاف خیلی حال میکنم، ولی ته این بازی چی نیست داداش. زیاد صفر نگیر، من خودم هم خیلی وقتا پیش میاد اعصابم خورد میشه، حالا فوش میدم یا حالا هر چی، ولی زیاد جدی نمیگیرمش، میدونی زیاد بخوام صفر فلی بدم آقا مثلا چه میدونم این مچو وین کنیم و فلان و فلان، داداش تهش چی نیست به قرآن. یه اینه یه سریو که مثلا چه میدونم صفر میگیرن آقا بریم لیدر بورد رو بگیریم و پرچم ایران را بردیم بالا فلان فلین، داداش با 3 روز چه میدونم تا رنگ 10,000 رفتم پرچم ایران بالا نمیره، مردی چه میدونم یه سیزن کامل رنگو داشته باشه. بعدش هم این که اصلا لیدر بورد واقعا جای کثیفیه به قرآن. من خودم سعی کردم یه سیزن خیلی وقت پیش گفتم یه سیزن همینجوری عشقی با بچه‌ها بریم لیدر بورد، دیدم واقعا سطح پلیشون واقعا کثیفه. تو استریم مود و چه میدونم چیت و میت و انو گوهی بگین دارن استفاده میکنن به قرآن. اوایل سیزن که میاد اصلا دهنمو سرویس میشه، رنگا ریست میشه، چون واقعا رنگا واقعا کثیف میشه، خیلی کثیف میشه. پلیرای کثیفی میان استریم میکنن چه میدونم 10 نفری میشینن پای یه اکانت بخون ببرنش لیدر بورد و هر چی، واقعا بازی جذابی نیست. من خودم حال نمیکنم با اینجور سبک ویدیو، واسه همین زیاد دنبال اینجور داستانا نیستم. الانم دارم صحبتشو میکنم، به خود نه منظوری به کسی دارم نه هیچی، فقط
حرف صرفا جهت صحبت کردن. آقا اینجا نگاه تو رو قرآن، یا رو 2-3 بار زدم رفته جک 12 کشیده. یزید تو داداش دنبال چی؟ آقا خلاصه خیلی مخلصیم اینجا، بچه ها زدنشون، دست جمع شد، دست فین شد. خلاصه این که هر جور ایده ای اگه عشق کردیم با این شخصیت بنده، خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، انرژی خوب بدید. آقا خیلی مخلصیم. تا درودی دیگر، بدرود. عمو جانی هستم، مخلص همه.